جناب رئیس جمهور میفهمی چی میگم؟ جناب رئیس جمهور کل شب ندیدم. جناب رئیس جمهور کل گپم حقیقته. جناب رئیس جمهور هرچی میگم همین است. فساد دارم میرم بالاتر از همه. وقتی میگم مولا اون برادر مگه برادری که اسمش تروریسته. رئیس جمهور بگو با ما کاری چیسته. ملت دارم میبینه که چیه داستان. میخوای مذاکره کنی در عربستان. خودت میمیریم پر میشی. داری تصمیم میگیری که کمتر بشیم. روز به روز میشنوی خبرهای جالبه از داری تا کوچیای طالبه. خوب زودی میفهمی ولی دیگه دیره. بعد از مگه سهراب دارو به تسیره. یک کاری که یادگار بر ما بده. بزرگترین تهدید خود طالبه. قلمم سرخ است دلیلش طالب است. میدونم چیست خونه کودکای خاکم است. هدفم برد است برد من لازم است. میدونم چیست لیکن روزگار کارم است. سال فقط است یک گوشه از گپ. کل گپا رو میزنیم در قالب رپ. هر کی انجام میده یک کاری را. هر کی میخواد با ما هم بازیشه. بگو کجا جا داریم در ای داستان. بگو چطور بمانیم در افغانستان. زنده نکو خنده فقط بود یک گوشه از گپ. ما چی های دمام شد از استقلال. بگو چی داریم بعد از 11 سال. چرا در اروپا ای رقم میگی. بگو چرا میخوای جوانا را برگردانی تا بگیرن سلا جهاد با کیا. با کشتن مردم و خون بیگناه. ببین بچه های زیر دستای تا اینا میخوان بسازن فردای تا. با کارای سیاه با دخترای مردم. چون پدرش وزیر است خیانت با مردم. نرو یکم صبر کن مانده هنوز گپم. ایره باید بشنوی رسما میگم لیکن از شادی و از غم میگم. رقص میکنم لیکن رقصم شادی نیست. لبخند میزنم و میگم کاری نیست. هوا خوب بود روز آفتابی بود. عزای عمومی بود بلوایی بود. میفهمی چی میگم؟ 6 دسامبره ای عذاب خداست و از یاد نمیره. چوچم و کلام خورد زن و پیر و جوان. میرنده سرک بر اراده و بیان. مثل کل جهان تجمع مذهبی برای عزا لیکن دست غذا. یک انفجار میشه زمین میره روی هوا. ملت میشه فنا کلشم چوچه ها میره پر میشن. بین آغوش ما کیره سازت فردا. کیره داره فردا ما تا درس بخانه در کلاس. باید باشه اون کلاس تا قبرستان مرده ها. چوچه های ما کلی سر قبرن. ده 7 سالگی از پیشمان رفتن. ایگه پاره می نویسم غمش مرا میکشه. مثل اینکه یه خوره خون مرا مینوشه. دو خط دیگه بگم گریت میگیره. مخلص کلام نباید ملت بمیره. جناب رئیس جمهور میفهمی چی میگم؟ جناب رئیس جمهور کل شب ندیدم. جناب رئیس جمهور کل گپم حقیقته. جناب رئیس جمهور هرچی میگم همین است. هرچی میگم همین است. حقیقت محضه. وقتی داری تأثیر خوب تغییر بده حتما. هر کی باشی هرچی باشی دیش میگیم رسمه. راه ما نمیدانیم و داره میریم هر دم روشن‌تر کنیم. آب رفته به جو برگردانیم. مغزا رو باز کنیم مثل که بشه دید پیشرفت داریم. سختی رو کم کنیم بتونیم ما درگیری کم کنیم. روشن فکر باشیم کشور خود رنگین تر کنیم. افتخار من ابتکار من است. این انزجار من نیست انتقاد من است. فریاد میرا حبیب کل شک گفته باید بفهمی از آن ما هاست قدرت.